درود و عرض ادب. امروز 14 اسفند ماه 1402 و من داشتم اینجا رد می شدم، دیدم با سنگ معدن اومدن این بنای بسیار زیبا و شیک رو ساختن. گفتم فیلمش رو بگیرم چون واقعا زیباست. خسته نباشید عرض میکنم خدمت بنایی که این کار رو تمام کرده. با اجازه صاحب باغ از داخل باغم یه فیلم بگیرم. به در باغ بسته است ولی فکر کنم بشه از بین نرده ها. همونطور که مشاهده میفرمایید داخل باغ رو هم با همین سنگ کار کردن، بسیار شیک و زیبا. واقعا باغشون خیلی شیک شده. انشالله که براشون خیر و برکت داشته باشه. خدا قوت. و پیشنهاد میکنم به جای اینکه بیاید از سنگ مرمر استفاده کنید که دیگه دور زمانش گذشته، این سنگ بسیار شیک رو استفاده کنید که واقعا کار رو خیلی شیک کرده. حالا از اون ورم ویدیو طولانی میشه براتون بگیرم. کل باغ سر تا سرش رو کار کردن. خدا قوت و خسته نباشید.